تا حتی اینقدر تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی تو زندگی ما زیاد بوده، میگن همسر آینده رو حتی باید از توی اینا انتخاب کنی، کسانی که صبح زود آن هستن توی لاین و جا. چرا؟ چون اینا مخاطب خاص نداشتن که تا 3 نصف شب بشینه باهاش چت کنه. اینا انسان‌های ساده‌ای هستن، سر صبح بلند میشن، به راحتی میشه بهشون اعتماد کرد و یک زندگی شیرین رو در کنار اونها میگفت. زنه یه مدت صحبت میکرده با یه نفر، گفته من اینترنتمون قطع شد، اومدم بیرون دیدم وای خونه به هم ریخته است، جمع و جور کردم، آشپزی کردم، ترتمیز کردم، کم کم داشتم به شوهرم هم علاقه‌مند میشدم، یهو دیدم اینترنتم وصل شده، با رفعم اونجا. اینا تاثیر زیاده. من خیلی نگران فرهنگ استفاده درست از این شبکه‌های اجتماعی هستم. میبینید مثلا در احسن اوقات دنیا طرف میره توی جای خیلی دیدنی با خانومش یه عکس 2 نفری میگیره، میگه جای شما خالی بچه‌ها، اینجا آبشار نیاگارا، وای که چه حالی میده. در ایران میفرسته پیامو، اینو واسه 8 نفر اگه نفرستی همین امشب انشالله فلج میشی. خب چرا؟